اگرچه تبلیغی صاحبا عمل خوب دارن، مسواک دارن، ریش دارن، دستار بسیار کم دارن، یگان تاپه های سیاه دارن در پیشانیشان. اینی چیزا را داره که هم علامه خوارج است. تفاسیر بحث کرده است. این علامه خوارج است که در پیشانی انسان تاپه سیاه پیدا می شود. ما از روی سند گپ میزنیم. استناد امور دینی گفتم، کدام تضاد امرایشان ندارم. ما حنفی مذهب هستیم، ما از پیش خود تحلیل و تحریم هرگز نمیتوانیم. همیشه بکوشیم که حلال را و جایز را عقیده جایز داشته باشیم و حرام را عقیده حرام. اگر ما در انعکاس صورت بگیریم، حرام را حلال بدانیم، از ایمان خلاص میشیم و روا را ناروا و حرام بگوییم، هم از ایمان خلاص میشیم. همیشه میگیم که من عقل دارم. این قسمت را هم با هم شنیدیم. بزرگوار با زبان بی زبانی، با زبان بسیار شیرین میفرمایند که بله تبلیغ صحابه عمل خوب دارن، مسواک دارن، ریش دارن، اما نعوذ بالله یگان تپه های سیاه هم دارن. منظور چیه؟ یعنی اینکه کسی سجده بکنه و در پیشانی او علامت سجده ظاهر بشه، یعنی چون مسلمه شخصی در جای خشک که زندگی بکنه، خشک سیری باشه، بعد جایی هم که سجده میکنه سفت باشه، نرم نباشه، یا نرم باشه سجده زیاد بکنه، مسلما آثار سجده بر پیشانی ظاهر میشه. چنانکه الحمدلله این علامت بنده در پیشانی مولانا محمد عمر سربازی رحمت الله علیه هم دیدم، با چشمان خودم دیدم. اما این بزرگوار آمدن و گفتن که بله در پیشانی علامت سجده داشتن، یعنی اینکه سیاه باشه کسی پیشانیش، این از علامت خوارج نعوذ بالله. اولا بیایم سر احادیث. در احادیث در خود همین کتاب مشکات شریف نبی علیه السلام فرمودن که علامت خوارج سیماهم التحلیق. علامت خوارج این استش که اینا سر را میتراشند، نه اینکه علامت سجده علامت خوارج باشه. ما از این بزرگوار تقاضا میکنیم شما در کدام حدیثی و در کتاب معتبری، حالا شاید یک کتاب صوفی نمایی یا خلاصه در یک کتابی آمده باشه، اما آمدن و این مطلب را به مردم القا کردن که بله نعوذ بالله کسی در پیشانی خود علامت سجده داشته باشه، پس نعوذ بالله این علامت خوارجه. بلکه برعکس برادران گرامی، این علامت از علامات صاحبان سجده است. چنانکه مولانا محمد یوسف کان دهلوی رحمت الله علیه در حیات الصحابه جلد 1 صفحه 24 میفرمایند که صلیت مع علی رضی الله عنه، میگن که ما با حضرت علی رضی الله عنه نماز فجر را خواندیم. بعد اینجا در مورد اوصاف صحابه رسول خدا صلی الله علیه و سلم اوصافی را بیان میکنن که والله لقد رأیت اصحاب محمد صلی الله علیه و سلم فما ارى اليوم شيئا يشبههم. میگن که به خدا قسم من حالاتی را از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و سلم دیدم که امروز بمانند اونا، مشابه اونا را هم من نمیبینم. لقد كانوا يصبحون صفرا، میفرمایند که اینا شب چنان عبادت میکردن که فردا دست خالی بودن. شعثا غبارآلود، شعثا یعنی پراکنده مو، غبرا غبارآلود، بین اعینهم ما بین دو تا چشمان خود که امثال رکب المعزه، بمانند زانوی بز. زانوی بز کسی دیده باشه اینجا کمی مو داره و کمی برآمدگی داره. میفرمایند که اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و سلم چنان بودن که در مابین پیشانی خود علامتی داشتن، مانند علامتی که مانند زانوی بز بوده، بالا آمده بود، کاملا نمودار شده بود از علامت سجده. لذا نعوذ بالله این مطلب را چنین ارائه دادن که علامت سجده داشتن در پیشانی علامت خوارج هست. نعوذ بالله پس این اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم همه خوارج بودن که شما همچین مطلبی را بیان میکنید. همینطور در تفسیر حقی اسماعیل حقی رحمت الله علیه اینجا مطلبی را بیان کردن و کان الامام زین العابدین رضی الله عنه و هو علی بن حسین بن علی رضی الله عنه و کذا علی بن عبد الله بن عباس رضی الله عنه یقال لهما ذو السنفات. به همین دو نفر که فرزندان حضرت علی رضی الله عنه هستند، از فرزندان حضرت حسین رضی الله عنه هستند و دیگر از فرزندان
عبدالله بن عباس رضی الله عنه هستن به این دو نفر میگن دوستنفات، یعنی صاحبان کلفتی. لما احدثت کثرت سجودهم فی مواضعه منها، وقتی که اینا از بس که سجده زیاد میکردن در پیشانی اینا یک کلفتی کاملا ظاهر شده بود که معلوم بود که اینا سجده زیاد میکنن و بر اثر همین سجده در پیشانی خودشون علامت هایی را نمودار شده بود بر اثر اکثر کثرت سجده. لذا گفتن این بزرگوار که ما با سند گپ میزنیم، ما چیز جایز را ناجایز نمیدانیم، ما ناجایز را جایز نمیدانیم و ما اگر چنانچه نعوذ بالله چنین کاری بکنیم از ایمان خارج میشیم. برادر گرامی مفتی صاحب سخنران قندوزی، این گفتاری که شما از علامات خوارج قرار دادین، این از علامات صحابه کرام رضی الله عنهم است و هر کسی هم که صاحب چنین علامتی باشه این از کثرت سجود هست. حالا اخلاصی که در قلب داره اون حواله خدا هست، ما کسی را متهم به نفاق نمی کنیم نعوذ بالله. خب قسمتی دیگر از سخنرانی را با هم بشنویم.